بچه چطوری؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه. آقا تقریبا شهرمون دیگه داره کامل میشه، شهرمون کرافت سیتی که یکم ویدیوهاشو داخل آپارات گذاشتم. اون دیگه اون سرور هک شد، یه سرور سوپر فلت آوردیم که اینم چند بار هک شد اما بکاپشو داشتیم، ولی تا میتونیم سریع براتون انجام میدیم تا درست بشه. و بعضی جاها میخوام براتون معرفی کنم تا با شهر آشنا بشین و بیاین دیگه. بعدش بریم سراغ ویدیو. لایک کامنت سابسکرایب هم یادتون نره. اوکی. اول از همه یکم لگ دارم، آره پر مود ماشینه. اینجا نمایشگاه ماشین لوکس، نمایشگاه ماشین دوم داخل این شهر. اینجا میدونه و اینجا هم اسمش چی بود، مجوز خونه است. اینجا میاین مجوز برمیداری اینجا این بوکو. من واسه تو مجوز میمیسم، هر جا یه چیزی خواستیم بسازین مختصاتشون میزنم و اون پلاک اون چیزی که ساختین میشه. مثلا یارو داشت میساخت در حال ساخته. و اینم نمایشگاه ماشین اوله، قایق داریم کلی چیز داریم. و اینم برج 16 طبقه است که کلون کردیم، البته دیرتاشو باید بعدا بکنیم. مقبره فردوسی داریم، مقبره کوروش داریم. اینجا هم یکم داغون شده، ترکوندیم زیرشونا و الان یه زیر زمین دارن که ما برای فردوسی و کوروش در ارتباطیم باشون اینا. آره. و بریم اینا شمشون. و اینم فردوسی. خب اینجا بیمارستان شهره که هنوز دکورشو کامل نکردیم. اینجا هم دشتوی عمومی، ولی داخل خونه هم دشتوی میذاریم. اینو نمیدونم همچین دریچه رو گذاشتن، نمیدونم فارم چیه، ولی اینو شاید بذاریم. احمد رضا صدات چقدر وحشتناک شده بود وسط ویدیوهای من. ببخشید اینترنت بله بده اینجا هم بچه خونه اینجا هم خونه صدرا بیزیکسه رو. صدرا بیزیکسه منم گودیگنگم با اجازتون. کارکترشو برداشتیم. و اینجا هم یه لایف هک که جواب داده رنگ رنگی شده. و دیگه بچه ها بیان من ببینن. سوپرمارکت تیپی کن کنم بیا دم سوپرمارکت دادم. اینجا هم سوپرمارکت خودم. این در برقی. بچه ها منم گوجی سلام. اوکی من بیا. احمد رضام گوجیگه. اینجا سوپرمارکت من بچه ما اینجا آقا انباری من نشونه. این انباری راستشو بخواین یک انفجار مایی بردم که خودم این کارو کردم، زیر زمینه شد تا این کارشیا رو بذارم. بله آره. و اینجا انبار من البته یه نکته مثبت داشت که انبار شد دیگه خدا رو شکر. آره اینجا البته اول میشینیم. آره من اینجا و میشینم حساب کتاب میکنم. آره سلام. کلی چیز داره. آره شیر البته خیلی هم باید محصول بیاره هم بارمون نرسید. اینجا چرا نیست هیچی؟ میگم بار جدید قراره بیاد. اوکی. و اینجا هم در برقی آموزشش رو ساختیم، آموزشش رو خواستیم بهم بگیم تو کامنت ها بگیم. خیلی ولی آره. بار اینم در برقی. آیفون هم میتونم بسازم. آیفون هم آره آیفون یه بار ساخته. اینجا هم بنزین فروشیه محمد مکانیک. 25 لیتر تا 75 لیتر، 75 لیتر 70 دایمنده، 25 لیتر 25، 50 لیتر هم 50 دایمنده که اینجا فعلا نزدیم. آره فقط امیر اینجا هم عباسیان. تصویر حساب کتاب دیگه. امیر عباسیان بله یه چیزی بگم. بله. بس لایک و کامنت یادتون نره و بعد اینکه شهر رو نشون دادی دیگه ویدیو رو تموم کن که من سابسکرایب کنین سابسکرایب کنین، ما داریم زحمت میکشیم. تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. دارم حرف میزنم. خب میگم من با پارسا کار دارم اگه میشه بعد اینکه شهر رو کامل فردوسی یادت رفت. فردوسی رو نشون دادم. هر چی نشون دادی دیگه ویدیو رو کم کم تموم کن دیگه من با پارسا کار دارم. ببخشید.
من یه ذره کار فنی با اوکی. پارسا جان تا داریم. تونستم کمش میکنم. و راستشو بخواین اینجا باید بیاین بنزین بخریم، پمپ بنزین نداره. این چیه؟ نمیدونم. امیر عباس یه دقیقه وایس آقا. دارم ویدیو میگیرم مثلا. امیر عباس جان بله. میگم امروز من وقتم تمام شده و فردا صبح چه میام. ساعت 12 وسط ویدیو سرکار اون گذاشتی. بله نمایشگاه ماشین. آره 12 بیا 12 بیا خداحافظ. اوکی. و آقا اینم واسه هم ماشین من که اینه دیگه ماشین پارسا خاصه. چه میخنده. یه چی دیگه هم داشتیم البته بیاین الان گریه کرد چرا؟ با ماشین می‌مانه. با ماشین بریم نشونتون بدم. با ماشین هم داریم تازه. مدل دیگه هم قرار بریزیم به زودی. شیدر پک هم هست. اما ماشین رو چیز شیدر داریم، پک هم یعنی حتی خودم الان دارم هلیکوپتر استفاده داریم. اینم ماشین لژندری که یه دونه تو شهر که من اینو خریدم، تانک هلیکوپتر تانک. که منم اینو گرفتم. با این بریم. اون بالا هم میزان بیل چند درصد بنزین دارین. بیل و بزنیم. اون بالا هم که همینطور که میبینید تانکه. گن. و اینجا هم یک انفجار اتمیه که راستشو بخواین اینو یه خونه کلون کرده بودیم بزرگ بود، اینو ترکوندیم میخوایم درستش البته اون کنیم. خونه میتونست یه چیز دیگه باشه ولی خب اضافی زود بود. قضاوت. اضافی بود اضافی بود. اضافی نبود اگه کسی میخواست ازش استفاده کنه. بعدم باید اونجا رو بریم صاف کنیم، کلی کار داره هنوز شهر. ولی تا فکر کنم بگو تا 12 شهریور آماده است. باشه 12 همین الان از همین الان فکرش که شاید 20 سال طول کشید. داشت از الان اکسم سیتی به این گندگی یارو ساخته، بخشید اکسپانسر ساخته اکسم سیتی به این گندگی. الان یاره آپارات میشه. ولکام. ویدیو رو قطع کن آقا. اکسم سیتی رو 1 سال فقط طول کشیده ساخته. اکسم سیتی گفت به زودی. بعد منی که الان میخوام یک بار بسازم اینقدر شهرم کوچیک باشه تا میتونم کار میکنم. روز 6 ساعت داخل این شهر کار میکنم. روز 6 ساعت یعنی مثلا یه روز دیگه اکسپانسر 2 ساعت من 6 ساعت. یه روب دیگه چی؟ یه روز دیگه اوکی. آره. یه روب دیگه بیای ولی یعنی میای. 12 شهریور به الان آماده است. 20 سال طول نمیکشه. 20 سال بشه اصلا. بذار ببینم چی میگه یارو. 20 سال بشه فکر کنم دیگه ماینکرافتی وجود نداشته باشه. آقا میشه لطفا بگی پارسا جان چی گفتی؟ بیا رفت نفهمیدم چی گفت. 20 سال دیگه مثلا ماینکرافتی وجود نداره. فکر کنم برخوش رفت. گفت یه روب دیگه میام. گفت یه روب دیگه میام نگفت بیاد زودتر که من ببینم میتونم حذف کنم این لعنتی و کش از اول نصب نمیکرد. بله. حواسم نبود این اینم از توضیحات این شهر. و اینم استخری که هنوز کامل نشده. دشویی داریم و دشویی خیلی صدا شده نهره اینجا. نه بابا اینجا میشینین کارتون رو انجام میدین و خداحافظ دیگه همین دیگه. آره دیگه ما اینجا هواپیما از جنس دائمه نمایشگاه اینا داریم. آره. من خودم از جنس دائمه دیگه بهم هدیه داد. ای ماشین ایرانی هم میخواین تو این شهر باشه لایک ها رو به 2 تا برسونیم. 2 تا برسونی تازه 2 تا انتظار داری از 2 تا. اومدم بگو یک 8 ساعت تا. بگو 8 تا بگو 5 تا من خودم تو اینقدر همین 3 سالی که دارم فعالیت میکنم ولی تازه یوتیوب رو شروع من کردم. الان یکی از ویدیوم 5 تا لایک خورده. ببین تو همین 3 سالی که آپارات رو شروع کرده بودم 5 ماه طول کشید یک ویدیو هم یه لایک بخوره. بله مرسی برای دنبال کردن. من دارم پرواز میکنم بچه‌ها. بله بله بله. بیا آقا بیا تیپی کن ببینم کجا. لگ گرفتم. من لگ دارم. منم هلیکوپتر رفت بالا چیز بیمارستان. نت درسته که اوکی. 74 درصد کلا بید. آقا بیا دم چیز کن دم آراد اومد. آراده؟ لگ گرفتم. آراد اومده. نه آراد که رفته. آراد نیومده گوجی والا.
آی پرواز از رو و این الان از بیمارستان توضیحات پرواز شهر. کرد. اینجا بازاره، اینورم شاپ کوچیکه. فرود بر و آقای نقشه شهرم بعدا میاریم. نمیدونم چون نقشه شهر هر موقع پاک میشه. بیا فکر کنم به سوار شو، خاطر بیا انفجارهایی که کردم. بیا پیش من سوار شو. سوار شو. سوار شدی؟ آقا بذار مول بده. اه، آقا بیمارستان شکست. گوجی من شیشه گوجی. است. نه شکست. بریم. پرواز یکم بچرخیم دور خودم حرف بزنی داره. خب دوستان عزیز، امیدواریم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. یا خدا. و تا ویدیوی دیگر. یا خدا. چرا ویدیو رو هر وقت من گفتم چیز میکنی؟ قطع میکنی؟ سقوط آزاد در دریا. و تا ویدیوی دیگر. اینجا تریاک فروشی اینجا بوده، چرا ترکوندیم. آقا نگو این چیزا رو نباید بگی. وای چیز فروشی گفتی. بوده دیگه، چیکار کنم. آه. خداحافظ.